منظورمون از منافذ پوست اینه: سوراخ‌های ریزی که روی سطح پوست هستن و باعث ترشح چربی و عرق میشن. اصولا منافذ پوستی مشکل خاصی نیستن، اما چون روی ظاهر و زیبایی اثر دارن ما اونا رو بررسی میکنیم. دلیل اصلی ایجاد منافذ پوستی ژنتیکیه، اما عواملی همچون افزایش ترشح چربی روی سطح پوست، تجمع آلودگی‌های پوستی، نور خورشید، پیری پوست و کاهش کلاژن پوست و همچنین جوش‌ها و التهابات پوستی درش دخیل هستند. آیا راهی وجود داره به صورت 100% از منافذ پوستی نجات پیدا کنیم؟ خیر. منافذ پوستی جزء طبیعی پوستی شما هستن، پس میشه با درمان‌ها و مراقبت‌های پوستی کمی ظاهر اونها رو بهتر کرد. چه راههایی وجود داره؟ استفاده از ترکیباتی که خاصیت لایه‌برداری، پاک‌کنندگی و کنترل چربی پوست داشته باشن، مثل استفاده از انواع شویندا، استفاده از نیاسیدامید، استفاده از سالیسیلیک اسید و سایر ترکیبات تنظیم کننده چربی و لایه‌بردار. استفاده از ضد آفتاب و مرطوب کننده بر جلوگیری از پیری پوست که خود پیری پوست باعث بزرگتر دیده شدن منافذ پوستی میشن. استفاده از ماسک‌های قابض و جمع کننده مثل ماسک زغال، ماسک خاک رس و ماسک آلوورا و همچنین سری درمان‌های کلینیکی وجود داره مثل لیزر کردن، میکرونیدلینگ و لایه‌برداری شیمیایی.